میگه که خریدار اگر بردارد زم کن، نه بردارد کم کن. همین از بی ایمانی و بی وجدانی. بردارد زم کن نه، تو سکه و صورت دیگه سودا نکن، تو خدا را دیگه سودا کن. آیا نمی‌بیند همین سوداگر که پروردگار را می‌بیند؟ تو با سکه و صورت سودا نکن. تجارت تو با آدم از داد و گرفتت با خداست. امروز بعضی وقت آدم‌ها از بس که کمتر داراییشون خوبتر میشود، بالای پای خودش از دیدگاه اقتصادی استوارتر میشود، عقلش گم میشود. برعکس باید باشد. هر چقدر مستحکم شدی، همونقدر عقل استوارتر باید باشد. بی اساس یا از روی بی انصافی نرخ گذاری کردن، این تشه برشه زدن است. در تجربه می‌بیند، میسوزد، باخت دارد، برد ندارد. یک عمر ناله میکند، اما سوزش دارد، عبرت ندارد، عقل به کار نمیبرد که سببش فریب مسلمان است یا بی انصافی در نرخ‌گذاری است. بخصوص در روزهایی که مردم با اون نیاز دارند، نرخ‌ها برزیاد برداشته میشوند. این منتهای بی ایمانی، بی وجدانی و بی ادبی و بی اخلاقی و بی سوادی نرخ‌گذار است. اون موادی که امروز مثلا 20 تومانی است، اندک بعد نگاه میکنیم که 50 تومانی شد. اساس ندارد که بالاش نرخ گذاشته باشه. اگر 2 تومانی 3 تومانی قیمت کرد، فهمیدن ممکن است. ببینید فروشنده در اون افتخار میکند که من همین چیز 20 تومانی را 80 فروختم. جولان میکند، خرسند میشد، پول دارد پچکه پچکه، اما این در 100 جای دیگه مصرف میشد، تمام عمر بیمار است. از نگاه روح و روانی، از نگاه اهل بیت بستگانش، مال مؤمن مار خانش برد. این مار جایی را میگزد. این سنت الهی است. فریب کردن هیچ وقت راه بردن نیست. بعد باخت است، ناکامی است و عاقبت پشیمانی است.